قبل از 12 بوده که حال پیغمبر خیلی تغییر میکنه. فاطمه زهرا از کنار پاهای رسول خدا، سر مطهر رسول خدا به سینه امیرالمؤمنین، روی قلب امیرالمؤمنین که در نهج البلاغه آمده. عزیزان نمیخوام عرض کنم، امام حسن در کنارش، امام حسین عالم ظاهر عالم معنا، شاید ملائکه های مقرب خدا بودن. بعضیا گفتن 2-3 بار در کوبیده شد، حضرت زهرا آمد، مرد عرب جواب داد، صدا زد دخترم بگذار بیایه و عزرائیل مفرق جماعات. زمانی که کارهای آمدن حضرت جبرئیل 2-3 بار اینجا را همه گفتم نمیخواهم، زمانی که نفس به خود قفسه سینه رسید، صدا زد عزرائیل جان دادن چقدر سخته یا رسول الله، برای شما آسانه، برای انسانهای گناهکار سخته. صدا زد هر قدر فشار دارد سختی دارد جان دادن، بالای من پیغمبر اجرا کن ولی امت من آسان جان بدن. این بود روحیه پیغمبر ما، این بود روحیه رحمت للعالمین. آیا به پاس این زحمات دلسوزی رسول خدا امت چی کرد؟ اونقدر تأثیر کرد رحلت رسول خدا، اونقدر تأثیر کرد بر امیرالمؤمنین و حضرت زهرا که حد و اندازه ندارد. در این رو شاید روز خاکسپاری رسول خدا باشد. میگوید زمانی که بدن حضرت پیغمبر را امیرالمؤمنین در بین قبر گذاشت، تلقین و حجت وقتی که ادا شد، زمانی که خاک قبر را همراه کرد، حجاج عزیز دیدید مرقد پیغمبر. زمانی که میگوید انس از کنار مرقد آمد گذرش به سوی حضرت زهرا قرار گرفت و افتاد، صدا زد انس چگونه دلت شد که خاک بر بالای اون رحمت للعالمین ببینی. اشک از دیدگانش جاری بود. ولنا نجیبان بعد از 3 روز عزیزان مسئله آتش زدن خانه علی مطرح می شود. مسئله آتش زدن خانه علی، این زبان حال زهرا. بابا ز فراق تو خم شد کمری زهرا، رفت و زداق تو رفتی زداق تو خون شد جگری زهرا. از فاطمه ات بابا یک بار نظر بستی، از کی پرسد دیگر خبری زهرا. چون بنگرم ای بابا محراب تو را خالی، بنشست کسی دیگر جای پدری زهرا. اینها زبان حال زهرا بود. زمانی که 3 روز میگوید گذشت، مردمان آمدن که بیا با خلیفه زمان بیعت کن. فاطمه زهرا سخنی دارد. بگفته ای ظالمان بگذار ما را، بترس از حق مکنین ظلم ها را. کی رفته از جهان دیروز و بابم، از زداقی بابی خود من دل کبابم. حادثه پیش می آید همونطور که می دانید در آتش زده می شود. زمانی در نیم سوخته شد، با لگد اشاره کرد، در آمد در کجا به پهلوی زهرای ثابت کرد. چه حادثه بوده دختر پیغمبر مدعو شد. زمانی که حالت مشاهده میکنیم که ها در خانه علی بوده، از جمله اون حافظه خادمه میباشد. چون فیضه دید و زهرا رفت از هوش، بغل بکشود و بگرفتش در آغوش. بدید از ظلمی ابنای زمانه، از سیاق شده از تازیانه. عرب چهره چون دور نشسته، در و دیوار و پهلویش شکسته.
حالت پیش آمد. همه میدانید زمانی که زهرا به هوش آمد، علی را صدا نزده، حسن را صدا نزده. صدا زد یا فزه تو خذینی، فزه در کجایه؟ بناگاه فیزه شدن در تلاطم، زی وحشت کرد و دست و پای خود گم. بی گفت ای وای محسن کشته گشته، که بر خودی تنش آغشته گشته. این حادثه که بعد از رحلت پیغمبر 3 روز پیش آمد، نمیدانم یه سخت بود یا روزی که حضرت زهرا از دنیا میرفت. یک سفارش به علی داره، علی جان چند وصیت دارم، شبانه غسل بدی، شبانه کفن کن، از اینایی که من در خانه هجوم کرده کسی را با خبر نکن. این خطاب علی وای علی سومونیسی، شبهای تاری فاطمه، وای دمی آخر بیا اندر کناری فاطمه. قربانی ناله ها در روزی که اش در چشمان زهرایه، هم برای پیغمبر خدا هم برای امام مجتبی. و یک وصیت با تو دارم یا علی جان گوش کن، و شب بدی غسلم ولی پنهان بداری فاطمه. سخنی دیگر که خیلی رقت آورد روز شهادت بوده. شهادت زهرا نزدیکه های زهره در اول صبح روانه کرد حسن و حسین را بروید بالای مرقد رسول خدا، شفای مادر را طلب کنید. زمانی که این دو امام، این دو سید جوانان بهشت آمد در برابر مرقد پیغمبر استاده شده، چه دعا میکند؟ با دستهای کوچکش بالا نمودن دو صغیر، وای خدایا مادری غم پرورم از ما مگیر. و ما بدون مادرم از زهرا نخواهیم زندگی، و کن دعایم را قبول بر خاطری جدم نبی. خدایا چقدر سخت بوده زمانی که بچه از مرقد پیغمبر آمد، میبینه اسما در صحن خانه، اسما مادر ما چگونه؟ صدا زد مادرتون خوبه، بروید علی را با خبر کنید. صدا زد اسما راست بود. زمانی که می آمدیم سنگ و کلوخ می گفت یتیمان زهرا را بدید. زمانی که بچه آمد حسن صورت روی صورت مادر نهاد، حسین صورت روی کف پاهای مادر نهاد. یک لحظه گریه کرده، چند دقیقه نمیدانم، آمد به سوی بابایش، علی بابا چون مادر از دنیا اینجا بودم قهرمان بدرود و زمین افتاد. زمانی که امیر المؤمنین آمد به سوی خانه، استاد حسین انصاریان میگوید 2 جا روح به بدن برگشته. زمانی که امیر المؤمنین صورت زهرا را، سر زهرا را روی سینه گرفت، صدا در الحسنین من علیم، صدا در دختر رسول خدا من علیم، جوابی نیامد. صدا در قرة عین رسول خدا من علیم، جوابی نیامد. اشکای علی جاری شد، این قطرات اش به صورت زهرا چکید، چشمها را باز کرد.
یک مدینه دشمنو یک خانه فاطمه و بالوی اون خانه کس جز نبی کبرا نبود. لا حول ولا قوة. حاجتهای مشروعه را در نظر بگیریم، 10 بار بنالیم یا الله. الهی